مهلا به نظر اول بریم شام بخوریم یا بریم شهربازی؟ هر جهنم دره که میخوای بری فقط سریعتر. عجب. مهلا من بهت چند بار گفتم وقتی میای بیرون آرایش نکن. چی؟ به تو چه قار پوز دفعه آخر باشه به کار من دخالت میکنی ها؟ احمق، من میخواستم بگم تو خودت خیلی خوشگله، نیاز به آرایش نداری. خب چرا درست حرف نمیزنی؟ درست منظورتو برسون عزیزم. مگه تو میذاری؟ آره درست منظورتو برسون. باش. مهلا من دیگه نمیخوام این رابطه رو اینطوری ادامه بدم. چی گوخوری کردی؟ میگم نمیخوام اینطوری ادامه بدم. بچه کجای اینقدر شجاعی؟ ببین اصلا اینجا کسی هست که بخواد رابطه رو با تو ادامه بده بعد تو زرزر کن. احمق، من میخواستم بگم اینطوری ادامه ندیم، بیا با هم ازدواج کنیم. خواهیزم برای چه زودتر اسم ازدواج نمیاری؟ چرا چرت و پرت میگی؟ کی منو میگیری؟ دیگه نمیگیرم. چرا؟ برای که اخلاق گوهتو نشون دادی. چیکار به اخلاق داری بابا؟ عوضش خیلی خوشگلم. خب خوشگلی وقتی اخلاق نداری چه فایده داره؟ پس اینجا ازم باید بگم که یه بد اخلاق زشت رو نمیشه تحمل کرد ولی یه بد اخلاق خوشگل رو میشه تحمل کرد. نظرت؟ منطقی بود. بریم ازدواج کنیم. بریم